عرض سلام و درود به همه دوستان، وقتتون بخیر. به بیواز خوش برگشتید. امروز بیواز اومده تا یک مینی سریال جذابی رو بهتون معرفی کنه که واقعا ارزش دیدنش رو داره. همونطور که از کاور ویدیو هم دیدید، موضوع این مینی سریال به دین و کتاب آسمانی، روحانیت و ارتباطشون با مردم مربوط میشه. اما فقط این نیست، بلکه بسیار عمیق‌تره که در اپیزود 4 سریال شاهدش خواهید بود اگه ندیدید هنوز. خیلی خب، پس بی‌معطلی بریم سراغ معرفی میدنایت مس یا شکرگزاری نیمه شب یا عشای ربانی نیمه شب. میدنایت مس یک مینی سریال در ژانر درام ترسناک است که اون رو مایک فلنگن خلق کرده و تو سال 2021 توسط نتفلیکس پخش شد. برای اینکه اسپویل نکرده باشیم و صرفاً کمی آشنایی داده باشیم میدنایت مس رو، مختصری از شروع اون و بررسی کلی معنایی که فلنگن خواسته به مخاطب انتقال بده رو در موردش صحبت میکنم. قبل از هر چیز باید اعتراف کنم مایک فلنگن در ساخت میدنایت مس از دید من فوق‌العاده کار کرده. ببینید، من متخصص نیستم، سینما نخوندم و تکنیکال بررسی نمیکنم. شاید شما دانشش رو داشته باشید و با بیواز هم نظر نباشید. اما چیزی که قابل مشاهده است از دید یک بیننده عمومی اینه که از حرکت‌های دوربین گرفته تا نور، بازی‌های درخشانی که فلنگن از هنرپیشه‌ها گرفته، لوکیشن‌ها، تا هنر فیلمنامه‌نویسی خود فلنگن و دیالوگ‌هایی که برای میدنایت مس نوشته بی‌نظیر هستند و مجموع اونهاست که این مینی سریال 7 قسمتی رو فوق‌العاده کرده به نظرم. خب، از اپیزود اول با عنوان کتاب اول پیدایش، عشای ربانی نیمه شب شروع میشه. یکی از کاراکترهای اصلی سریال به نام رایلی تصادف بدی کرده که موجب کشته شدن دختری جوان شده. همین که میفهمه دختر احتمالاً مرده، شروع میکنه زیر لب دعا کردن که خداوندا، پروردگارا کمکم کن. یکی از اون پارامدیک های پلیس که در حال پانسمان صورتش هست بهش میگه حالا که داری باش حرف میزنی ازش بپرس چرا این همه بچه و بی‌دفاع از بین میرن ولی اون گردن کلفته بیرون یه خراش هم بر نمیدارن. خلاصه رایلی دادگاهی و محاکمه میشه، 4 تا 10 سال حبس میگیره با جریمه سنگین نقدی. 4 سال میگذره و اون آزاد میشه و میخواد برگرده پیش والدینش در جزیره کریکت که جماعت کمی هم اونجا ساکن هستن. کلیسای کاتولیک جزیره رو میبینیم که به عالی جناب پروئت خوش آمد گفته و مقدم این مقام شامخ، این مقام عظمای روحانی رو تبریک گفته و یک کمی جلوتر هم میبینیم که کلانتر شهر یک مرد مسلمانه. تا اینجا متوجه میشیم که مردم شهر مؤمن هستن، حالا به هر دینی که اعتقاد دارن. و البته کاراکتر دیگه سریال ارین گرینگ که از قدیم ندیما و نوجوانی رایلی رو هم میشناسه و دوران کودکی و نوجوانی به هم علاقمند بودن و هم بازی و به این ترتیب. خلاصه رایلی به جزیره میرسه و با مادر از اسکله تا خونه رو طی میکنن و مادرش بهش از مردم و محل و تغییرات شهر و جزیره و اینها تعریف میکنه براش. فرداش همگی در کلیسا برای دعا جمع میشن که شاهد دختری هم هستیم اونجا که فلج هست و روی ویلچر نشسته. قرار بر این بوده که عالی جناب روحانی بزرگوار پروئت وارد بشه که میبینیم به جاش یک کشیش جوان به نام پاول هیل اومده و میگه حضرت عظما یکم کسالت دارن و من اومدم تا به جای ایشون مدتی به مؤمنان و مؤمنات خدمت کنم در درگاه خداوند. که از همین جلسه اول حضور این روحانی جدید در بین مردم به بعد هست که مردم جزیره شاهد اتفاقات تاریک و وحشتناکی میشن، در حالی که هر روز پدر روحانی براشون از کتاب مقدس آیه و داستان و تفسیر و روایت هایی که فقط در حرف زیباست میگه و همه هم آمین آمین گویان سر تکون میدن و اما در واقعیت زندگی شاهد انواع تاریکی و جنایت در جزیره با چشمهای خودشون هستن. فلاکت ها رو با سلول هاشون لمس میکنن ولی برای شنیدن قصه های بهشت، مهربانی خدا و غیره شبها دوباره برمیگردن پای منبر روحانی محترمشون تا
مؤمن و دیندار باقی مونده باشن، مبادا موجب خشم پروردگار بشن و ادامه ماجرا. اما میدنایت ماس رو که تا انتها دیدید متوجه میشید که فلنگن داره میگه خود شیطان میتونه در جسم یک شخص روحانی که اتفاقا خیلی هم مورد تایید هست و بچه فلج شفا میده، از کتاب مقدس آسمانی مرتب برای مردم پند و نصیحت و روایت و نکته میگه ظاهر بشه. مردمی که به جای اینکه به زندگی، به کیهان و به این جهان نگاه کنن و هر چیزی که این کیهان و اصل زندگی بهشون آموزش داد رو بپذیرند و اون رو مدار واقعیت بدونن، رفتن و تمام چیزهای داخل یک کتاب رو به عنوان حقیقت و اصل زندگی پذیرفتن و اینطور به سیاهی و تباهی کشونده میشن توسط شیطان. و در واقع اون مردمی که به اون کتاب 2000 ساله متوسل شدن تبدیل به دار و دسته همون شیطان میشن و اینطوره که شر با تمام جلوه های هولناکش روی زمین گسترش پیدا میکنه. رایلی که خودش هم به ویروس شیطان و مذهبش آلوده شده، در نقطه‌ای تصمیم میگیره که خدای واقعی رو آشکار کنه و به اون شکوه هولناک کیهانی متصل بشه. چیزی که فلنگن داره میگه در واقع نوعی از شناخت واقعی چیزی هست که به نام خداوند میشناسیمش. البته نظر هر شخصی متفاوته و این نظر فلنگن در مینی سریال میدنایت ماس هست. ای کاش این اجازه رو داشتیم که سکانس بی‌نظیری که بین رایلی و ارین فیلم برداری شده و موضوعش اینه که بعد از مرگ چه اتفاقی میافته رو تو همین ویدیو براتون پخش میکردیم. اینجا تو این سکانس دیالوگایی که فلنگن برای ارین نوشته و اجرای بی‌نقص این دختر در اجرای اون به نظرم شاهکاره، بی‌نظیر. حتما وقتی میدنایت ماس رو میبینید خوب به بازی کیت سیگل در نقش ارین گرین که در مقابل زک گیلفورد در نقش رایلی در این سکانس بازی کردن دقت ویژه‌ای کنید. و البته نه فقط این دو نفر بلکه همیش لینکلیتر در نقش پدر پاول هیل و بقیه کست میدنایت ماس هم فوق‌العاده هستن در این مینی سریال. واسه حسن ختام بیایید خیلی مختصر به این سکانسی که اشاره کردم و دیالوگش یه نگاهی بکنیم. رایلی میپرسه وقتی میمیریم چی میشه ارین؟ ارین میگه نظر خودم رو بگم. رایلی میگه آره نظر خودتو بگو. و ارین ادامه میده نظر خودم، خود من. مشکل همینجاست، همه مشکل همینجاست، همین کلمه است، خود من. چطور اینو یادم رفته؟ خودی وجود نداره. میمیرم و یادم میاد که تمام اتم‌های بدن من از یک ستاره و در معنای وسیع‌تر از این کیهان درست شدن. این ماده و این بدن من نیستم، هیچ وقت نبودم و یادم رفته بود که من یک انرژی هستم که در این بدن به آرومی جریان داشته و در طول زندگیم جنبش و فرکانسش رو حس کردم. دارم میمیرم و میبینم همه الکترون هایی که تو بدنم بودن به آرومی با اتم ها و ذرات و الکترون های زمینی که روش هستم و فضای بالای سرم میرقصن. دیگه نفس نمیکشم و یادم میاد پایانی وجود نداره، شروعی هم وجود نداره. یادم میاد من انرژی هستم، نه خاطرات، نه خودم. من انرژی هستم و دارم برمیگردم خونه، درست مثل یک آبشار که برمیگرده به اقیانوس. و این چیزیه که ما خدا صداش میکنیم، بی نهایت مطلق، و من جزئی از همش هستم. و بعد از مرگ این اتفاق میفته.